الو عبدالجبار اشتنی لولو شما خیریات تیاراسین جان شما جوره چی گفته؟ تیاراسین شکر الحمدلله هم دو سه روز امیت برای تو کار دارم امیت روبرو نمیشم کم یک ساعت بیام ما پیش کم کار داشتم برای تو تیاراسین انشالله والله شکر الحمدلله بام سر کار غریبی ها گوییم چیکار کنیم دیگه تیاراسین انشالله مادر پریزال اشتنه هیچ تیاره الهی شکر واقعیت بگم برای تو کار داشتم کار ضروری هم داشتم همین برور تو چیز به کجای همین گیلاک ای برو گیلک یک روز کار میکنه 10 روز به خود میگرده او دیگه جای معلوم نیه حالا کم برای خود همین رمضان بیدای گرفته دونی دوری پی مچون گرفته دونی سری پی گرفته چند گرفته نمیفهمم اونا ریته بده انی کاری 10 تا بخولی 20 تا 30 تا نرده چند نمیشه کجا ازش میگیره او هم گفته تو میگی 4 روز کار میکنه 5 روز نمیکنه چه کار کنه لا عبدالجبار خیریت خوب بوده شکر خدا خیریت بود لالا نورولا جو آخه یک گپی برای تو بگم که 20-25 نفر به می زغال سنگ شرکت زغال سنگ به زیر دست ما کار میکنم اما کم 4-5 نفر به کمبوتی دارم همین گله کنم خدا قچاق هم هست دردمندی هم نیه یعنی عمال شکر خدا برابر 200 نفر هم همی آدم کار میکنه همینه که بده به دستم که لااقل هم روز 600 همه روز نکم بده که کارگرا خود روز 500 میدم اونو همون به اون سیستم شده این به خاطر دیوار به چی خوبیه به چی مظلومیه من برای از 600 میدم همینه که 10 سر بدیم دستم که برو به مو شرکت قرار کده کار کنه که هم بغلوش تور بگیره و هم سرمایه به خود یار کنه که فردا جامعه ایر بتونی نامزددار کنی لالا عبدالجبار یعنی به معدن سنگ زغال بره اونجا زغال بکنه حالا یا بکنه یا به فرغون ببره خلاصه کار هست لالا من کمبوتی نفر دارم بفهمیدین حالا خدا میدونه کار کرده با تو لالا عبدالجبار باز همون سرزمینا رمضان اینا رفته بریم خودی و گپ زنیم رو برداریم بابا لالا نورالله چرا تو گپا میذاری تو میگی نمیتونه مگه میتونه ایش چرا نتونه از صبح تا شام بده میتونه تو بده میگم یک فرغونه نمیتونه باره ببیره خالی کنه کارگر جا میکنه فقط ببره خالی میکنه لالا عبدالجبار ما چی میگیم ما خوشحال میشیم که بره به سر همون تا کار لااقل یک لقمه نون اطراف از یک لقمه نون اطراف ما زندگی ما میچرخه کاش که برامو کارو بکنه کاش که شما بتونید مثلا از او کار کنید هر چم که به زوم میگم خوب خور میگه راه خور میره انا میرم تا کارا میگیره که مثلا هر دونه 2 روپیه 1 روپیه خلاص بده تا بده از صبح تا بزن ولی میره کجا میتونه پیدا کنه سر زمینا رمضان رفت سر خب بیا خودت 2 قدم میشه بریم رو پیدا کنی تمام خودی گپ زنی چت به گپ تام بفهمه دیگه حالا تو کجا میبری ما این برو سر زمینا برو همین لالا اگه خود تو بری بیترنی خودی می بریم ها بیاین که بریم بخیر کنجا باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان ما به دست کم گرفته چرا نماز شم شده به شهر ایراد لب بام غم ریارم غم گرفته چرا خدا چره تو شده را جان ایرا چری تو شده را جان ایرا جان شیشته ای کبرار تو چه کار کردی؟ بله چه کار کردی تو که شیشته ای؟ خب بده تو میدن دیگه چند تا تو دادی از صبح؟ از صبح 17 تا چند تا؟ 17 آخه برار خب بگردم روز چی وقت تو از صبح 17 تا تو دادی؟ مونده دیگه گنگ نمیتونه حل بدره اون سگ تا شام خور مصرف میگه گلک جوش سلام اشتر ما جبر خیلی ایله کرده همه من باشه حیات ما برفتیم شما که شمانیم اشتن گلک جو کایم ما مجبر بالا خدیم که من بفتادم بیا چی گپ گنگ بده گنگ میگیره مونده شدی شکر زنده باشین سلامت باش چی گپ پایه قرار غیری 2 روزه که ما هم تو با سر یک کاری ببرم شامل کنم کار نون امیت لپا جپا دو جور باشه برای برات نورالله بگفتم ها گفتم بده تو میده اینا تونه دوری پیش کی به تو میسر نه دوری پی یک سن از صبح که هم دلال عبدالجبار تو 17 تا داد 17 تا دوری پی میشه 300 نمیشه 17 تا دوری پس 300 با کجا میشه 17 و 17 نمیشه چند میشه 17 و 17 300 بله
خب شو که بیدار چی با بفهمی 400 شد 34 روپیه میشه بیا خب 34 روپیه که چند از 300 کمه آخه گله جو همین 34 روپیه به نظر تو این 2 تا نون خود 1 پیاله چای تو نمیتونی امروز بخوری تو ما به سر یک کاری چوش ببرو میاره چوشکو بمیه و دوغه خب رو 34 روپیه می کار کنی نه خود توشم تو بدم حالا خاطر کمک به دردم نمونده شدم من عرق کردم گلک جو یک کاری برای تو پیشنهاد میکنم سعی کنم اگر قبول بکنی که خوبه ببین معدن زغال سنگ یک 20-25 نفر خودم کار میکنم تو را میبرم همونجا شامل میکنم روز قرار کرده 5 ساعت 5.5 ساعت 6 ساعت خودی فکریاتو میشه یعنی در روز میتونی تو 6 ساعت طول عاید کنی از این پالی که تو رو 40 روپیه یا 50 روپیه پیدا کنی این نه برای تو زن میدم نه خونه میتونی بستونی نه زندگی نه هم سرمایه میتونی تیار کنی بیا خودیم بریم به این معدن زغال سنگ همونجا قرار کرده یک ساله خودیم قرارداد میکنی هر چی که میفتدی بفتر سوال خرج تو صبح چای همون چاش نون شب هم قرار کرده همون برنج و گوشت تو تیار کرده پیسپی هم داره بیکل برای تو پیپسی هم آماده تیار کرده هم کنار غذا تا کدش پیسپی هم خوبه لالا ما اگه بگم من فقط برار مگیلک شکم سیر کو هر کار مای باشه برای تو قول میدم خوب همه زر غذا میگم به مو آشپز به پیش ازی بگذاره که از پیش ازی اضاف بمونه ما برای اونجا چکار کنم زغالار به سر رو خوب مالو نه گیلا کی گفت که تو زغال به سر رو خوب ملی طرف فرغون با جا میکنه تو فقط فرغون میبری به بیرون چپه میکنی با فرغون دیگه اونجا خیلی میشه با میارم به دست تو میدم با تایید پر میکنی با میبری چپه میکنی همون زکار داری دیگه خوبه سعی گپی نیه قبول میکنی گیلا جو من چیزه دیگه من نیایم هم نمیام نه دیگه چی می بیایی ما یک دفعه میتونی بیایی بعد 2 هفته که دیخ شدی خودم دوم موتورا لتکل میکنم میام نه کالبا میگه دوم موتورا لکته میکنم اونجی از خود موتر داره تور ور میدارم میارم به شرط ها میکنم میای به خونه خود یک شای میستی با صبح میای به سر کار خوبه گپی نیه خلالا نورولا جو گپ ازی بزن کلالا جان چون هرچی نکنی برورینی اگر میفهمی که واقعیت به تا از منطقه ای که صاحب روزی و پول نمیشه باور که همون کار کنه که چاش تو خودش باشه چاش خودش شو خوردش باشه اگر میفهمی که صبح بشات به من تخمات پخته کنم خوم نباشه لالا عبدالجبار ازم حالی که یادم به شما تسلیم نکردم تا دیگه سالمی وقتم نگذارین که بیای هیچ مشکلی نداره شکر خدا موجود اتاقم هسته که به کل سال بستم نیایه میتونه به مو اتاق خوشه همه چیز هسته کمپل بالشت سعی میکنی همه امکانات هسته گلک جو اگه می صاحب زن و خونه و سرا و زمین بشی بیا خودم بسم الله کن بله وقتی برو گیلک من مینا چند تا دیگه لالا خدا حافظ دیگه خدا حافظ تو برو حرکت کن لالا به نعلم سلام بگیم لالا به نعلم سلام بگیم میگه گلک گفته من نمیتونم بیام خود فیزی کنم برو خلاصی برو انشالله به خاطر از اینکه دیگ نیاره فقط 15 روز بعد یک شوی ری میکنم من دیگ نمیارم من که هیچ کی یاد نمیکنم من خلاص گپ شکم مسیر باشه میشکنم اون جگاه که میری برو جو کار کنی به سر به چهار به گپ نگیری خوندن موندن به پیش به چهار نکنی کلا کار بفتکم خوبه مسئول به کار خوب بشی خوبه بری لالا خدا حافظ شما برو به خیر بشی برو با خاکی عظیمی که تو باشم به تعمی منطقه بگرده کسی داری پی خورم بزین نمیده غنیبته همین 4-5 ساعتی هم که بگیر از این بفته که شونی من منوزه سبوکه میرولا حالا رمضان کو گیلک مونده نباشی زنده باشی سلامت باشی تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا مدام چند تا از مینا تو گیلک ری کنم برای سرکار سرکار؟ دیگه این فایده نداره و تعدید دی تا باشون بگرده ازی بربزی برانی تور بیا وردی دونه دوری پینر بده که تو تا باشم 20 تا بیشتر تو داده میتونه به کل 30 تا بیشتر تو داده میتونه 30 تا 60 روپیه چی میشه خرج جور میشه خدا خیر بده همین ما عبدالجبار بیا ما گفت که ما برات کارگر اومدم بر کارگر میبرم همین گیلک برار خورم بده به دستم که برم با معدن سنگ زغال گفتم بهترین کاریه انا دست بدادم با دستی ببرد با معدن سنگ زغال تو سپال شفتال من اینجا پرتو کردم به گیلک و گون تو با معدن زغال ری کردی خب انا بیام اومدم که واسه تو میدم دیگه ما خو نگفتم که یعنی برای کار تو هم که من لگ نکردم میرولا جو تو ری نمیکردی تمام اینجا میبینی که من کار دارم اینا زودی جمع شه برات کار خوب تو هم که بیامدی خوب کاری کردی او هم ری نمیکردی می دو روز دیگه اینجا میبینی خلاص میشد میره برات کار خود دیگه بابا معدن زغال چی که
با معدن طلا و ری میکردی تو کیت برای چیزی برار خور بگرد و ما خوی اکثر نوشته ما یک آینده ما ای کنه میشه که سال بم 12 ما به تعمیدی به 60 به 50 به کار کنه. حالا که ری کردی خوب کاری کردی ری کردی خدا کنه او اینجا کار کنه من راضیم که او صاحب یک چیزی بشه. نورالله جو اینا رو بدون دوری په بگی لک دادم گنگ درو میکنه تو میدی با دوری په کار میکنی یا نه؟ و بالی که برار مرا اینا از تو اجاره بکرده یا نکرده مجبورم که همین کار تو تا خلاص مجبورم همین کارو بکنم دیگه. خب صحیحه اون هرچی که گیلک تو داده و نداده همه به جمع تونه شروع کو گنگ تو اونا درو میکنه تام تو دی برار جو من اینجا به خدمتتونم اگه گپ سخن کار خیر بینی خیر بینی صحیحه با دست آخر هم حساب میکنه هرچی که خوبه شده پولاتو هم خوبه خیر بینی خیر بینی همین چای همه چیزی که است برار جو اون گرم صدا کو پیاله چای بخوره بله وخی بله گیپک آله بری تو میرون به بابا شاله شهی چونون گیپک با ما کی گفتی بدن نه گفته که نرو گیلا که اینجا جاتونیه آله کو آخ کدم تو آخ کدمه کمال ما بشکسته بیا آمدم خاطر از دیگه روز 4 سال با من میدم بکش مرا از صبح تا حال 50 فرغون زغال بکندم بابا ایلا داخل از این غار آمدن گیپک تو اشته بیا میدی از اینجا گاه الدی با تو گفتم برو گیلک اینجا گاهه او مرکو ندیدن که خوب نه ها او وخی دگه کجا بره اینجا پس خواهی میشی تو نه برای که اینجا بکنه آخی برای که بکش بره گلگشتنه خوبه دیاره سلامت خوبه دیاره با کجا بده؟ برفته بدم برار به چیز به زغالا و سنگا کار میکردی؟ اینجا برفتم کار کردم برار وقتم بیامدم نشد تاشم نشد بسته کن چره؟ میفهمی گلو اینجا چی رقم برار اینجا گفته درو رفتم به داخل یک غار نق میمیته رفتم پیش رفتم برار اینجا یک بار به من چیز میشد که اینجا وحشت میگفتم میشه خدای نکرده خاک به زبون تو 7 کوسیا به دور باشه گفتم میشه زلزله بشه زلزله که بشه بلوم بعد من به زیر خاکا میشم تا سنگار عباله من پس کنم من میمورم نانی من اینجا نگره که دیگه یک کم میمونه پیش ما مجبور بجستم برار پول عمله داشتم بیامدم برار با چینگ سرکا خور به دوم موتورال تکو کردم با بیامدم اینجا برار انا مر یک مرتکه که گیر که یک چپاتا زد گل به سر ما بباره بکسلغت هم سرکله تو که تو دیونی بدی همین جگاه به زیر موتر میشیدی اینجا میتونستن خون طور بدم من گفتم من کجا خون دارم برار با از اون جکه بیامده نه یک نه گیپک بیامده که ما چون بیا که مادر تو راه کرده تو چری برفتی چیز من گفتم گیپک ایتنی گیپک یک بارنم ما چون میشته شده که مرتکه از یو بر سکیل بیامده انا برادر مرتکه گفته که بیا لالا سوار شو گیپک سوار شد و دم به سکیل من بماندم من خلد تکو کردم با دم موتورا خب برن خداحافظ دیگه خداحافظ خداحافظ شب نبریم زنده باش شما برن خدمت خیر بینیم